طالب د مدرسې که محصل د پوهنتون دی، طالب د مدرسې که محصل د پوهنتون دی، بچیانی دی په هر لحاظ سنبال خبا احساسا. از انتشار مرض هم معلومات بگیرن، اعراض و علائم بیماری ها. خیلی وقتا هر بیماری یک علائم مشخص داره. در قسمت ویراستایی متاسفانه آمده بسیار سست و بسیار کم و بسیار بی‌مهرانه دی و کار گرفته شده. ویزیت دکترخانه را و شفاخانه را بدهند و شفا پیدا کردن، دوا شدن در اون خانه خود. منی هیچ سرد پاسا. انشالله که او دوستای ما در قریه و قصباتی که مصروف خدمتگزاری هستن، اونا هم بتونن استفاده اعظمی از این کتاب یا این اثر بکنن. در پهلوی از این یکی دیگه از اصلی ترین هدف ما، یکی دیگه از مهمترین هدف ما مردم عام است. مردم عام، افرادی که در صحت دسترسی ندارن یا در خانه‌شان دکتر نیست. الحمدلله در هر خانه یک قابله، یک نرسی وجود داره، اما در بعضی خانه ها امروز هم هست که یک دکتر و پزشکی وجود نداره. این کتاب انشالله یک مومد بسیار خوبی برای افراد عام جامعه است، تا افراد عام جامعه حداقل بتونن از نحوی به وجود آمدن امراض، یک مرض چطور به وجود می آید. اصلا اگر ما و شما را ریزش میگیره، چرا ریزش میگیره؟ اگر یک نفر توبرکلوز میگیره، اصلا توبرکلوز چرا به وجود می آید؟ یک نفری که مورقه داره، میگه مورقه انسانی، مورقه حیوانی، اصلا هدف از چی است؟ نحوی به وجود آمدن امراض، چگونگی انتشار و سرایت امراض. مثلا در یک خانه که الحمدلله اینترنت هست، امکانات دنیای مجازی بسیار زیاد هست، اگر بازم نباشه، خیلی سابقا مرض سرخکان از یک طفل به صدها طفل انتقال میکرد. مردم او زمان تصور میکردن که در یک منطقه بلای سرخ آمده و این تصور نمیکردن که مرض سرخکان ساری هست. اگر یک طفل مصاب به بیماری سرخکان میشه، او طفل با اطفال دیگر در ارتباط شود، این مرض را میتونه به دیگران منتقل بکنه. بنان متاسفانه این آگاهی وجود نداشت. بنان دومین هدف ما برای مردم عامی است که حداقل از انتشار مرض هم معلومات بگیرن. اعراض و علائم بیماری ها، خیلی وقتا هر بیماری یک علائم مشخص داره. بیمار دلدرد است، استفراغ داره، قبضیت داره، در پهلوی از بیمار سوزش سر دل داره. اصلا این علائم را نمیفهمه که مشکل قلب است یا مشکل معده است یا مشکل روده است. بنان با خواندن و مطالعه این کتاب حداقل اعراض و علائم خیلی از امراض مشخص میشه و در نهایت حداقل طریق جلوگیری و تداوی خانگی و طبی که تمام از این موضوعات را دوستای عزیز، علمای کرام، دانشمندان و صاحب نظرهایی که تشریف دارین، تمام از این موضوعات به شکل کاملا سلیس، عام‌فهم و به شکل کاملا واضح و عامیانه نوشته شده. نویسنده وقتی میخوای کتاب را بخونه، اولا مطلب رو که تو میخوای نوشته بکنی، بک‌گراند، رنگ بک‌گراند و فوندی که استفاده میکنی و نوع خطی که استفاده میکنی باید همخوانی داشته باشه. بک‌گراند تیره، نوشته تیره اصلا همخوانی نداره. این حیف است که یک کسی کتاب را زحمت میکشه با این عنوانی که به تمام معنا من تأیید میکنم و تصدیق میکنم و حالی سر از این موضوع صحبت هم دارم. بعد در قسمت ویراستایی متاسفانه آمده بسیار سست و بسیار کم و بسیار بی‌مهرانه دی و کار گرفته شده که امیدوار هستم که در چاپ‌های بعدی این چیزا هم باز مراعات شود. و همچنان از لحاظ فنی یک سری مشکلات دیگه هم داری وجود داره که حتما ما با مسئول مربوطه صحبت خواهد کردیم که اونا رو هم باید اصلاح بکنیم. این قاعده رونمایی از یک کتاب هست. من به حیث استاد دانشگاه مدتی 17-18 سال است که استاد هستم، مسئولیت دارم. ماهی یک کتاب، 2 ماه یک کتاب، سال یک دانه کتاب نقد میکنیم، نوشته میکنیم، بالاخره سر و کار ما با این موضوعات هست.
و این را ما میفهمیم که نقد ما نقد اصلاحی است و حتما برقرارمندی از این کتاب در چاپ‌های بعدش به نهایت تأثیرات خود را خواهد افکند. و اما عنوان کتاب بسیار جالب است. بزرگان ما، شاید عده‌ای زیادی که از علمای بزرگ، دانشمندان ما، ریش‌سفیدان ما، بزرگان قوم ما که در اینجا حضور دارن، ما بحث‌های مسلکی نمی کنیم، ولی دردی را که اینا به عنوان بزرگان قوم و مردم و متنفسین جامعه ما از ناحیه دکترا داره، این را با پوست و گوشت و استخوان خود ما لمس میکنیم. دکتری دلسوز، ماهر، حاذق را بالین سر خود میبیند، مرضش علاج شد. این نه یک مورد دو مورد که در صدها مورد و در تمام شهر کابل و روستاها و طور زنده و تصویری این خدمات محقق گردیده است. بیش از اینکه دکترها و اهل علم و شخصیت‌ها دکتر صاحب شعیب شعبان را بشناسد، بیماران فقیر، بیمارانی که بیماری جلدی داشتند، مرض‌هایی داشتند که تصور نمی کردن که ما خوب شویم، پولی نداشتن که پیش دکتر برود، ویزیت دکترخانه را و شفاخانه را بدهد و شفا پیدا کردن، دوا شدن در اون خانه خود. بسیار خدمتی بزرگ و چیزی است که دکتر شعبان را شاخص می‌سازد در بین تمام خدمت کنندگان جامعه.